امروز برای من لحظه‌های اولینی، قدم‌های اولینی همچون با وظیفه رئیس جمهور است. در این وظیفه در این روزها برای من هم مشکل است، لیکن باوری دارم که با دستگیری خلق تاجیکستان، ملت عزیزم، از این روزهای سخت میبرایم. من سر تعظیم به نزد پای مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان فرود میارم و میگویم تا که باشم برای ملتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. اولین مراتبه مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو گشاده شد و ابدی خواهد ماند.